امسال به می کشتام و بقید می ارزانا یک چیزی به در نشد دیگه را کشتا خوب شد او بود نام خدا امسال خوب سال بود بچم چری بله ماما کنده آخی والله بله ماما کندل مونده نباشیم چی مونده نباشیم؟ بشینیم ماما کندل بشینیم چی گپ خیریت باشه ماما چی کندل دارم شما شرم آیا ندارین؟ چرا ماما کندل چیکار شده؟ بابا جان این پیر شما خست بیامده با مادر ما مطلق میگه پیر مه؟ با مادر شما مطلق میگه؟ چی میگه ماما کندل شما یک گپا بزنید که ایران من میمونو پیر مه بیچاره افتاده او مرد مطلقه با پیر مه زن خوردار خونه خوردار زندگی خورداره او بیزار از این گپای ماما شما یک گپای میزنید خنده نکو او گپا شما خنده آوره بابا سیکو اگه پیر تو زن مایه خوب بریم زن بدیم مادر ما از خود صاحب داره ماما کندل پیر مه اما لمی خرج مادر مرد داده نمیتونه با زندگی از کجا بیاریم بزی بدیم ما چی میفهمم هر کار ما این بکنیم اون گیلک بیامده اینجا بریم گفته که پیر نورولا بره مادر تو مطلق گفته ایشپول کرده و ما چون چیشت کرده این کار خوبه باز شروع شد یک کتی پرسال شد که این خود خسر ممر به هم انداخت این کمی تو به هم اندازی هسته میگو ماما کنده گپ همی گیله که مگر شما باور کنی ما خوب باور نمیکنم آخی گروه برفته به تغییری نمیگه که این مطلق میگه یک سر بری ازی یعنی پیر ماما مادر شما مطلق گفته مادر شما می گپ بزد گفت اگه پیر نیرولا مطلق گفته نه معمول گیلک دیدم گیلک با من می گپ زد خون به وجوش آمد ما آمدم به پیش تو شما صبر کنید من ما خود گیلک گپ میزنم این دیگه نفهمید بخو این کار یک دفعه از اینیه دو دفعه از اینیه انال ما گیر کنم به قرار میزنم که پست از جون کنده شه شما کار که میکنید تو صبر بکنید شما اول گپ از مادر خو پرسان میکردیم اگه مادر شما می گپ میزد میامدیم میگی شما سر مرغلام میکردید شما براتون گپ از ساده بیاقل گوش کشیدیم بیامدیم مال میگیم مثلا نمیده گپ بزده باز هم می گپ که بر شما بزده انال ما که گورنر بردارم ما برای نون پخته میکنم که یک وجبی تو روغن داشته باشه که دیگه اشتباه به تا منطقه به تا ده نکنه این تو با همین دزی نکنه خب بیا بریم و بگفت من خون به وجوش شما دویده کرده بیام پیش تو بریم شما دل جمع باشیم من میرم که گورنر بردارم بریم شما خلاص خداحافظ شما خلاصی من حال سعی کنیم که ما بزی نونی پخته کنم که مداره خود المزده لیلی 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 جان 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 مرا کشتی پروان لیلی قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی پروان چشمی سی اینجا خوندن که برات اینجا بیاید سلام علیکی چی حال چی مصیبت به سر شما مردم چه خیریت باشه شما دیگه کار هنر ندارین زنجیر کنیم دیونه زنجیری خور یا بزنیم به یک چیزی با تا سره که بفته خبر برات بابا چی به دروغ نمیگین دار میکشی چه کاره که میتونه تا گوشت میزنه که به دیوار بخوری بابا چه کاره کله گندی و تو که چی خوردی حال کردین شما به تعزیده خود چه کاره فیلمو قیافتونه گم زدن خب فهمتار تو خدا یک کلو خیر دارم به تاساتو ندارم که یک کدوم بخوری 6 ندمی دیوار خود چه کار بو شده من این مردم دی دست شما بره به روح و بره یا بره به من چه کار گپ چیه تو به همین دزی میکنه خود کله گنده خب بیام یک سر گپ مفت میزنی به همین دزی کده مثلا به همین احمد خود محمود به همین اندازه شما خود فقیر احمد به همین اندازه می خجالت بکشین خود چه خدمت کنم چه کاره چرا دیونه خود نمیگیریم به جای نمیشونیم جمع جون سیکو برای یا تو برای میره خیره سیکو گیله کس سادیه هر کاری هم که چیش باجو بیایه او انجام میده ساده هم گپ زدن به کاره ساده هم یک آدم شیار ما یک نصیحت کنه لالاجو و بولارجو بجو بگه هم به سادگی گیر کردیم تو بهم گیر ساده برفتیم عمر شما خلاص شد ساده بگو ساده بی عقل نافهم به همین دزی نکو این دفعه خو اگر به تا به همین دزی که یک کار بکن که مردم عدست به عذاب بود که جی خوب باز ما خودی ارباب خودی پیار تو حل یکسی میکنم فهمیدی؟ سیه با پا کپ میشه تو به اندازه 100 نفر عقل کمال داری از این عقل کمال و قایم برای خمیات دی خوبه نه که تو برار به خاک شی تو آخر امی ما و امی مردم به تعمیدی مشتیخان خو کردی معنی یخون خو کردی عدست تو ما چکار کنید دیگه
تا کی فساد پیشگیاتو جمع کنی؟ اما برو منالی چی بگم به پیار خوام بگم میگه گیلک سادیه، با مرکی بگم میگه گیلک سادیه. خب من چه کار کنم؟ تو به زیر خاک سمگارت نمره بگیر منافتکی تو دگه دستاف و پوستا بکردی ها؟ ای تو لاگ تو ریلا بکن وانی ای تو سایکو میگم امی برا تو کجای ها؟ امی برا تو کجای با تو میگم چه کار گپ نگو چه کار کنم میتونم مثلا متا ساعت کنم مزدور بابا گپ چیه؟ چی گپ چیه؟ تو کی برا تو من ندی میکنه چی به من دادی کده؟ برفته برای ماما کندر گفته پیار نورالله برای مادر تو طلاق گفته اگه مادر به خبر شد پیار برا سوال بدر میکنه چرا شما این کارو میکنید خود شما نو کجای رسوندی بامه من چی خبر دارم؟ چی خبر داری ها اگه روز پیدا کردم یه پست میکنم مگر تا 2 ماه نیست سگ و گربه بخوره بس یا نشدی بشنیدم حالا جای رسوندی که با کجای با تو میگم شاید به سرزمین ما باشه ای بری و بری چرا آخر نمیفهمونی شما خودت تو رو چرا نمیفهمونی خب ما چی بگی؟ چی بگی چه تونه درار من همون تو آدم یا لارا خوشی خودی رو تیر کنین نیم مگر بگیر من هفته که گیله بگی تو صبر بکن پیدا کنم اگر مادر به خبر شه که دروغ پیار ما نگفته ای برو تمیت گپ بزنه بس دل چه مینداخته پیار بیشتر میره گپ میزنه میگم برین خودی فیصله کنین حالا به کجا هست تو نشوندی اونی سرزمینو سرزمینای خوش نیمه دست یادمی دی برین اگر ما این صبح بریم همال بریم شما مردم با همین اندازه کسی نمایی به این منطقه بیشکی شما مردم خوبی معرفت نرمی ما ایسان من خمیتونی شما بابا جان نمیتونیم ببریم به دیونه خونه ببریم یک جمعه بندی کنی که آدم شه چی هم بردم یا خودی ما چه کار کنم امروز شبا من مردم به تعمیدی به زنده و سر به زیر میکنم میرم برات کار خواهد دست دادی برو ای چند نفر از به خنده میگیره ایتا نمیشه من مگری برم خدی عجی تارتوق گپ زنم توبه خدایا توبه آی نمازی شون غریبی رو به من کرد دل آرامه دلم جولا زد و یادی وطن کرد ای جان من بود وی نفهمیدم پدر بود یا برادر خدا یادش کنه هر کی یاد ما کرد واکی شر میکنه میشاکی بربر میکنه دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم گوشی ما چی شده جان محبوب بجای گوشی با من سگنانه و مسخال با حالا دختر مرمه چی میگی بخو چری بم قوم خیشه من نمیگی ویمکو بم قوم خیشه تو بگفتم آی تو را با من نمیدم تو چی میگی غیر فهمیدگی غیر خوندن دیگه کاری از تو به عمل نمیای برای تو کی با من دهی؟ به همین دزی مفسیدی تو به می کارا کی آورده دل نکو برار ملی مردم دل خودیان زد نکو خودیان خیر نکو اینا خودیان میدارن مثلا کلام یه روز خود معنی یخون میکنن اینا جواب اینا کی میده بگو بابا پیان نیلیلا برفته بچه با مدرن کنده دوسته کرد گیلان عجیبه این خبر میگوید من چیشه سر خوبه دیدم نکو گیلان نکو کارا خوبیت نداره
این کارا آخر عاقبت نداره برادر من نداری که چرا پیار نیلیلا بره چرا پیار نیلیلا بره با مادر با کندل چیز میگه طلاق میگه چیز میگه هیچ عاشق حق بالاتشون کی میگه؟ پیار نیلیلا با مادر ما کنده در من تشکیل اکبر بعضی وقت خرق بالا خرسوار بدون بیان نتیجه شده نگاه دیدم رو ویش من گفتم البته بابا میگه سه میکنه مادر اما کنده لحظه برای چین میشه ویش تکا بکو حالا من مشکل یاد ندیدم بگو رد از این کارا خیالت بگیر نکو یه همسای را ریق در خودی خیر نکوی دار به هم نگو خیلی لیشه توی مشکل نگردی کارا اول که ما به خوبی به تو میگم اگه نفهمیدی با خدا قسم به صفات رو بشکنم چه شکو برو همسایه را بیاری نگاه خودی ما کشته کم کن که این گفت کی گفته عجیب این بگم عجیب این بگم آخر بگم دار دیگه کن ما گفته به تقلیت ها کی جمع شده و نشه به سال یک نفیان سیخی جری شور میدی که جنگ شا نه 20 سال کی جمع کرده جنگ نمیکنه چه جنگ کنه وای سبگیری رو کجا شد تو خوب نگاه کن تو کجا سبگیری شد ردگی بیا بیاری اونا خور بزن من بخندم من بررسی میکنه که بخندم همون که راست بیده میگه و دیونه بگی هرچی میگی جمعه که میگه یه حالا کم اکتی تو نگی لب هرچی بابا تو ایتا میگو تو ایتا میگی هرچی ما میگو آره تو میگی کیا چی خوبه؟ چی خوبه؟ به رد این کارا یه که میگی لب بگه خبر بردن خبر آوردن بگه لب میشه خوبه؟ باشه بگم به رمضان اینام بگم چی بگی؟ همه که ایچی گفت علیه آره تو چی که بود؟ نه گره بود اگه دیگم با از همسای خودم مگر خبر نمیشته باشه تو به همسای کاری نیست سر تو به کار خود تو باشه بناره خوبه حالی چه نگاه شیشته ای؟ چیکار کنم؟ به سر موی مینا عمه من میبینی میشینی اینجا بیا بشین تبله را حضر و قف خود تبله دا او تبله زمینا و اون یه همه آسینا ما متفتر باشه هر باری شام بیام وقی جلو شو وقی نو بخیل یعق شده وقی میری ما برو عزیزی هم بیرو استی بیشتر باری شده به خریده دن مدار من مخوبه سیما رو چینده تو برو سر زمینه برو من سیما رو چینده من رای کنم بابا نانا را جوشه رو من داغ میاره سیما رو بوید بخته کنیم بخوریم بودیم اونا شما چی بخوریم هر چه میشه ما بابا در یک پیاله چای بخورم گی لعنه به خدا قصد دار چای به دم بنرفته بگی رجب قرار افتاده مامانه تو بگی رجب قرار افتادی